من قاسم سلیم کماند کننده شهر دوشنبه نوحیه شامانسور کوچه پامیر 5 از سال 1989 سال باز اینجا من زندگی میکنم. یعنی از سال 2015 سال دیرکتری همون با غلبه قربانعلی و فیضعلی اومد اما 1,500 سومونی مبلغ طلب کرد. ما که دست کشیدیم نش گفتیم همون دیگه قطیمون دشمنی مایی قطیمه وای کرد. مال خونه ما مونگی میاره خونه ما یا پره لیکن 50 خونه دیگر را با بلوش 30 خونه زیاد با بلوش میره و یادم مونگی نمیره چی مخصوص مرا قپیده خیلی بگیره همه را نبوشن وای کنه میگه میرگورد میگه که ایمینا شما را وای کنه لیکن اومدن همینجا دا اکسپرتو بند زم دیرکتر گلاون انجینرش یوریستش چی را قپیدن چین چوک کردن زمینش جوش در خودش همون یک بار بیا اول همون زمینش یک بار برو و توزه کنه همونجا همه اوشاخای موسیقی گرفت استالبه شد حکومت گرفت ما یکون وای نداریم که رئیس شهر دوشنبه خواهش داریم که خیلی مالش ما با ضد حکومت رئیس شهر یکون چی وای نداریم همین در کورش خیلی مورم در راه نپرد و وقت کودک شده ما